با سلام. دیروز آقای رئیس جمهور آمریکا ترامپ در مورد وضعیت اقتصادی، محیط زیستی و خیلی از مسائل خاورمیانه صحبت کرد و پیشرفت کشورهای خلیجی را و تخریب محیط زیست در خصوص در ایران را به سخره گرفت که البته حق با ایشونه. و جناب آقای خامنه ای در جواب ایشون گفتن که پیشرفت این نیست که در خاورمیانه یا در کشورهای خلیجی چه اتفاقهای اقتصادی افتاده. ما افتخارات بیشتری کسب کردیم و به درجات عالی صعود رسیدیم، یعنی همون به قله نزدیک. خب این منو به فکر برد که بگم که واقعا ما را چی فرض میکنن، ما را چی حساب میکنن، ملت ایران را چی حساب میکنن. مسائل سیاسی دیگه را فعلا کار ندارم، فعلا به مسائل سیاسی و مسائل اقتصادی و مشکلات خیلی خیلی زیادی که برای ما وجود آوردن فعلا کاری ندارم. صرفا میخوام به مسئله آب و محیط زیست در این مسئله بپردازم. ما اجدادمون، ما ایرانیان هم با توجه به تمدنی که در دنیا شناخته شده است، بیش از چندین هزار سال پیش با توجه به مناطق کویری بسیار زیادی که تو کشور ما وجود داشت و هنوز داره، سعی می‌کردن که همیشه آب را در سطح زمین نگه دارن. آن اشخاصی که در 3000 سال پیش، یعنی 1500 1600 سال قبل از ظهور اسلام در این کشور می‌زیستند. عذرخواهی میکنم. بله، آب را سعی میکردن در سطح زمین نگه دارن، ولی نباید میگم بیشتر باید روی این مسئله تأکید کنم که به وسیله حفر قنات‌ها در کیلومترها، چند صد کیلومتر و جویبارها و به انواع اقسام مختلفی که اون موقع به حالا شاید خیلی از فنونشون هم از بین رفته باشه، آب را در سطح زمین نگه داشتن. و حتی من با توجه به سن سالی که میبینید ازم، من بچه بودم قبل از انقلاب، هلوش 7-8 سالم بود و حتی تا 10 سالگی توی یک محیطی که محیط فضای بیرونی منطقه‌ای که زندگی می‌کردن یه چمنزاری بود. ما تو چمن که راه می‌رفتیم تا زانوی پامون خیس آب می‌شد و چاله‌هایی بودن که حتی افتادن درشون خطرناک بود، چاله‌های آبی که ما بهشون می‌گفتیم کورکوری. و علفزار زیاد، و گفتم که علفزار کاملا خیس، زمین کاملا خیس. وقتی که در حال راه رفتن بودیم همه جای لباسمون خیس میشد.
با توجهی که باید محتاط بودیم که داخل چاله‌های آب نیفتیم، چاله‌های آب. فقط اینه که من میدونم و درش زندگی کردم و الان هم دیدمش. الان اون محدوده کاملا به منطقه کاملا خشک و بی آب و علف تبدیل شده. این یکی از کوچکترین مثال هاییه که میتونم بزنم. این مثالی که من خودم دیدم و خودم توش زندگی کردم و خودم شاهد خوش شدنش بودم. و این مشکل فقط و فقط صرفا به خاطر این به وجود اومده که ما، یعنی ما که نه، شما مسئولین بیکفایت، متدینین، البته به ظاهر متدین، حالا کاری به دین ندارم، نمیخوام وارد عرصه دین بشم که این دین چه مشکلاتی داره و این متدینین چه مشکلاتی دارن و به خاطر دین به ظاهر دینشون، البته بیشتر به خاطر شاید پولش و مسائل اقتصادیش، چقدر به ما دروغ گفتن کاری نداریم و چقدر مسائل حتی محیط زیستی را فدای مصلحت های خودشون کردن کاری نداریم. ولی تمام این مسئولین بیکفایت حتی ذره‌ای از خلوص نیت درش وجود نداره. محیط زیست و طبیعت مادر همه چیزه، مادر انسانیت، مادر وجودیت ماست، مادر خلقت بشریت، مادر آینده زندگی بشریت، مادر آینده زندگی کشور ما بود و هست و اینها به نابودی کشوندنش با حفر چاه‌های متعدد که نمیشه گفت بیشمار، که در حد شمارش دیگه نیست و این چاه‌ها به تدریج عمیق و عمیق‌تر شدن و آب از سطح زمین به لایه‌های زیرین زمین رفت که این مسئله خب پیامدهای بسیار زیادی داره که من کارشناس محیط زیست نیستم، ولی خب این چیزی که میدونم و میبینم و میدونید همه ایتون، ما دوچار فرونشست شدیم، میشیم و خطرهای بزرگی در ارتباط با فرونشست در شهرهای بزرگ وجود داره و وجود خواهد داشت. دوچار کمبود آب شدیم و میشیم و بدتر از اینی که هستیم خواهیم شد. ساخت صنایع سنگین در جاهایی که آب وجود نداره و بردن آب از مناطقی به مناطق دیگر واقعا کار میشه گفت احمقانه‌ای بوده. من نمیدونم در اون سطحی که در حال تصمیم گیری بودن چه کسانی تصمیم میگرفتن، آیا انسان بودن، آیا شعور داشتن، آیا از سطح شعوری خودشون میتونستن بهره مند باشن، نمیدونم میتونن بهره مند باشن درست کلمه درستی یا نه، اصلا سطح شعورشون به اون مسئولیتشون میخورده یا نمیخورده. به هر ترتیب ما دوچاره این معضل شدیم و این معضل کمی نیست، معضل بسیار بسیار بزرگیه و بسیار بسیار خطرناکی برای آینده نه چندان دور و بلکه نزدیک و در همین امسال و سالهای آینده که گریمانگیر ایران خواهد شد. همینطور که میبینیم آب و هوا در حال تغییره، گرد و خاک‌های جنوب کشور، غرب کشور و حتی
حتی تهران. این گرد و خاک ها ماحصل بی‌توجهی و بیکفایتی این مسئولینه که آب را از سطح زمین به زیر زمین منتقل کردن و دیگه قابلیت دسترسی نداره. خب این از نظر محیط زیستی مشکلات بسیار بسیار عدیده ای داره که نمیخوام یکی یکی بشمارم. حتی من گفتم که کارشناس محیط زیست نیستم، ولی این ویدیو رو به این خاطر ضبط کردم، به این خاطر ضبط میکنم که به آقای خامنه‌ای بگم که شما نه کار بلدید، نه کاردونید و نه کار کن و نه میتونید یه کشور اداره کنید. شما بجز نشر اکاذیب چیزی بلد نیستید و نشر اکاذیبتون هم به نام ترویج اسلامه و همیشه مشکلات را به نام دشمن ثبت کردید. بله آمریکا دشمن ماست، بله اسرائیل دشمن ماست، حرفی در این نیست، ولی غرب بیشتر کشور غربی دشمنای ما هستن. ولی این دشمنی ماحصل چی بوده؟ از کجا این دشمنی به وجود اومده؟ نه اینکه ما از ابتدای در حقیقت به وجود اومدن کشور جمهوری اسلامی و به وجود اومدن حکومت شما، شعار اولیه مرگ بر آمریکا بود و تسخیر سفارت آمریکا و ما اساساً حکممون بر دشمنی با آمریکا و دشمنی با دول غربی و دشمنی با انگلیس و دشمنی با اسرائیل حکومتمون رو بنا کردیم. خب این خیلی ساده لوحانه است یا احمقانه است که تصور بکنیم که دشمنانی که ما برای خودمون به وجود آوردیم و ما دشمن خودمون میدونیم اونا بخوان دست رو دست به خود بذارن و با ما خوش رفتارانه برخورد کنن. من این کلمه را به این صورت به کار میبرم و با ما در ستیز نباشن. خب این خیلی ساده لوحانه است و اصلا بعیده، اصلا این چیز نشدنیه که ما با کسی دشمنی بکنیم و اون کشور یا اون شخص یا اون حکومت با ما دشمنی نکنه. طبیعیه که دشمنی میکنه و از هر حربه‌ای در ارتباط با این مسئله استفاده میکنه. پس ما دشمن ساختیم و ما دشمن را آفریدیم برای کشور خودمون و این که ما هر مسئله یا ربط بدیم به دشمن، در حقیقت ما خودمون دشمن را ساختیم. پس این موجه نیست که ما بگیم که کار دشمنه، پس کار خودمون بوده نه کار دشمن. من فعلا ویدیو ما تا همین اندازه به اتمام میرسونم و برای تمامی هموطنانم آرزوی موفقیت میکنم و امیدوارم که این کلیپ کوتاه بتونه تلنگری باشه برای دوستانی که این مطالب رو گوش میکنن.